داره میزنم دست موتور رو. حالا مثلا دست موتوری که جرم بسته میخوام بزنم اینجا. حالا میتونه دستی باشه. یه خورده میذاری چند دقیقه میمونه. اون زمان که میزن این جرم رو میبره. این تیکه رو میزنم. یا مثلا این پمپ هیدرولیک رو شلنگ پلاستیکی هواکیش رو ببینم که میخواد رو مهره‌ای که سیزه داره بمیره. حتی این پمپ سفید نیست خودش داره. اگه یه فرچه هم داشته باشیم این وسط که بزنیم که دیگه اینو رو الان میده. اصلا اون قسمتی که زدیم و باز یه تیکه آب میگیریم. مثلا قسمت پلاستیک ها رو ماشین کثیف کنیم. خود پمپ این رنگش مشکیه. رنگ پمپ مشکیه البته. این مثلا ولی مهره رو میبینید. این آب با همین فشارها جواب میده. این قسمت همینجور بتونه کمتر مشخصه. پلاستیک هاست. بیام سراغ پوسته‌ای که زدیم. یا از این مثلا به صورت بطری فشاری میتونم بریزم. رنگو سریع تمیز میکنه. حالا حوصله رو قرض بدی و یه چند دقیقه بمونه یا با یه فرچه رنگ بتونین اینا یه مقدار ماساژ بدین عالی میشه. جرمای سنگین هم حالا فرچه سنگین تر ولی همینجوری خوبیش اینه که با فشار آب میبره. فعلا